ما یه دونه ساید بای ساید بکو اینجا داریم. مشتری زنگ زد که موتورش سوخته. رفتیم تست کردیم، حالا ویدیوهاش هم میگیریم میذاریم. تست کردیم دیدیم که بله موتور سوخته و حالا میخوایم موتور رو عوض کنیم. یه تعمیرکار حالا قبلش ظاهرا اومده بود، بهشون گفته بود که 30 میلیون تومان هزینه تعویض موتور. خب این موتور دستگاه رو باز کردیم. این اتفاق کلا زیاد پیش میاد. توی خریدن والف خیلی حواستون باشه که چه والفی رو میخرید با چه کیفیتی. همین والفا خودشون میتونن نشتی گاز بدن. حتما فیلتر درایر یخچالم که اینم باید عوض بکنید حتما. اینم که معرف حضورتون هست دیگه، لوله مویی. حتما از تنه‌کار استفاده کنید. مشکی میخوره به اورلود یا به رله فرق نمیکنه. قهوه‌ای به قهوه‌ای میخوره، آبی به آبی میخوره، وصل میشه به اورلود یا رله. خب درایرمون هم وصل کردیم، شیر گازمون هم بستیم. با این فشار داریم گاز رو به دستگاه وارد میکنیم، خیلی کم، آروم. اینم از کپسول